سلام دو دسته و تعظیمات پیوسته محضر یکایک شما بینندگان گرامی. در جلسه قبل سوال پرسیدیم و آن این که فرزندان ما، کودکان ما به چه چیزی نیاز دارند؟ نیازهای فرزندان ما چیست؟ خود دوره کودکی، دوران طفولیت یک بخشی از زندگی هر انسان است. ما هم تجربه کردیم، شاید متوجه نشدیم، ولی خب در اطراف خودمان ما اطفال را میبینیم. در زندگی اطفال، کودکان یک زندگی است که شیرین، لذت‌های بیشماری در او دیده میشه. دنیای از صداقت، عطوفت، مهربانی دیده می شود. تفاوت بزرگسالان و کودکان در این است که بزرگسال ما اگر به یک چیز نیاز دارد، ما چند روز بعد هم به اون نیازش جواب بدیم یا دیرتر به نیازش پاسخ بدیم، باز ناراحت نمیشه. اما کودکان ما، اطفال ما، خردها، همین که به یک چیز نیاز دارد، نیازش را باید زود برآورده بکنیم. پس نیازهای اصلی فرزندان و کودکان همان روزی که نیاز داره باید به نیازهایشون پاسخ داده شود، چون فرزندان ما حقیقت خودشان را همان روز می‌بیند و فردایی برای آنها وجود ندارد. خب حالا در این که دانشمندان چه نیازهایی را برای فرزندان و کودکان برمی شمارد، دانشمندان، پژوهشگران و محققان تحقیقات زیادی را انجام دادند. خب آنچه که اون روانشناس جناب آقای ابراهام مازلو بیان میکند، 5 تا نیاز را برای انسانها، چه بزرگ باشه، خرد باشه، بزرگسالان، خرد، همه اشاره میکند در سنین مختلف. اما بعد ایشان میفرمایند که همین 5 تا نیاز برای فرزندان هم لازم هست. یعنی فرزندان ما به 5 تا نیاز مواجه می شود و حقش اینه که پدران و مادران خانه، رهبران یک خانه باید دقت بکند که فرزندان ما چه نیازهایی دارد و این 5 تا نیازهای مهمی است که یک پدر و مادر باید به آنها توجه بکند. اولین نیاز فرزندان ما این است که نیازهای زیستی و فیزیولوژیکی فرزند خودمان را در نظر بگیریم. نیازهای زیستی یا فیزیولوژیکی یعنی رسیدن به آب و غذا، خوراک، مسکن. کجا باید فرزندان ما نشو و نمو بکنه، بزرگ بشه؟ نسبت به تربیت جسمی او باید دقت بکنیم. این یک. دومین نیازهای فرزندان ما نیازهای ایمنی است. نیازهای ایمنی یعنی این که در یک خانه باید ثبات، نظم برقرار باشه. پدر مادر رفتارشان رفتار خوب باشه. در یک خانه اخلاق حسنه حاکم باشه. اگر در یک خانه اخلاق حسنه حاکم بود، فرزندان متوجه می شود که این خانه خیلی خوب هست و ما هم باید هر حرفی را به زبان نیاریم. این دومین. سومین نیاز فرزندان، نیاز کودکان، نیاز تعلق داشتن است. تعلق داشتن یعنی چی؟ تعلق داشتن یعنی عشق ورزیدن. پدر و مادر باید برای با فرزندانشون عشق بورزد، صمیمیت داشته باشه، رفتار حسنه با فرزندانشان داشته باشد، یعنی عشق ورزیدن. چهارمین نیاز فرزندان ما نیاز احترام است. نیازهای احترام به خود، احترام دیگران. ما باید برای فرزندانمون احترام بگذاریم، بین اینها تفاوت قائل نشویم. شما ببینید زمانی برای فرزندان ما احترام قائل می شود دیگران که خود ما اول احترام بگذاریم. اگر من به عنوان یک پدر برای فرزندانم، برای کودکان احترام گذاشتم، خود فرزندان هم برای خودشان احترام میگذارد. دیگران هم میبیند چون پدر برای فرزندش ارزش قائل شده، دیگران هم احترام میگذارد. و آخرین نیاز یک فرزند، نیاز یک کودک این است که نیازهای خودشگوفایی. ببینید شما، نیازهای خودشگوفایی یعنی که فرزند ما احساس شخصیت بکنه. پدری که در یک خانه زندگی میکنه، مادری که در یک خانه زندگی میکند، باید با فرزندانش به گونه‌ای برخورد داشته باشه، رفت آمد داشته باشه، صحبت بکنه که فرزندان احساس شخصیت بکنه، احساس خودشگوفایی بکنن در هر کاری. مثلا پدر اگر به یک دعوتی، به یک مهمانی دعوتن، به یک جایی میخواد برود، کار رو انجام میده، حداقل
حداقل کارش اینه که با فرزندانش مشورت بکنه، ولو اینکه خوردن. وقتی ما با فرزندانمان مشورت کردیم، یعنی برای فرزندانمان حق و حقوق قائل شدیم، یعنی برای فرزندانمان شخصیت قائل شدیم. لذا پس آخرین نیاز یک فرزند این است که ما نیازهای خودشگوفایی فرزندانمان را بپرورانیم و فرزندان ما دارای شخصیت باشد. پس خلاصه بحث این شد که از نظر مازلو نیازهای فرزندان ما به 5 قسم تقسیم می شود. اول نیازهای زیستی و فیزیولوژیکی، دوم نیازهای ایمنی، سوم نیازهای تعلق داشتن که همون عشق ورزیدن باشد، چهارم نیازهای احترام به خود، احترام به دیگران و پنجمین نیازهای خودشگوفایی. امیدوارم که خدای پاک برای همه ما توفیق تربیت فرزندان سالم عنایت بفرماید. تا دیدار بعد، بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.